به نام خداوند بخشنده نهایت مهربان. الله متعال استعوذ بالله در قرآن عظیم شان می‌فرماید رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. درباره حضرت زکریا علیه السلام وقت پیش مریم علیه السلام داخل شد، گفت یا مریم این میوه ها از کجاست؟ گفت اینها هذا من عند الله، اینها از نزد پروردگار مثلا. بعدا حضرت زکریا علیه السلام هم به خود تفکر کرد، چی گفت؟ رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. یا الله مهربان، من یک تو نگذار، تنها نگذار که الله مهربان تو بهترین وارثان هستی، مقصد بهترین هدیه کننده هستی. بعدا در دیگر آیه کریمه دعا کرد که خدای مهربان از نسل من چکا که یک ذریه، یک فرزند بهترین پاکیزه ترین چکا که نصیب که. بعدا در دیگر آیه کریمه خداوند متعال را بشارت به حضرت یحیی علیه السلام داد که امروز موضوع ما و شما درباره دعاهای این درباره انسان‌هایی که به فرزند هستند این آیه کریمه دلالت به همو میکند. خداوند متعال هم در دیگر جای قرآن استعوذ بالله میفرماید در سوره نوح علیه السلام و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. میگه به سوی خداوندی که غفار است چیکار کنه؟ الله میگه طلب استغفار کنه که او از آسمان به شما چیکار میکنه؟ باران میفرسته براتون. الله اگر باران نفرسته قد زراعت همه قاق میشه، همه دنیا بو میگیره، ما در این دنیا زندگی کردن نمیتونم. این باران هم یک رحمت پروردگار است. الله متعال در دوام آیت چی میگه؟ وقتی که شما استغفار کرده به سوی پروردگاری که غفار است، الله به شما چیکار میکنه؟ اموال میته، مالتون میتم. خدای میگه رزقتون زیاد میکنم. انسانی که همیشه در زبانش ذکر الله باشه، استغفار باشه، او از رزاق بدن الله هیچ شک شبهه نداره، پروا نداره. همیشه میدونه که رزاق و الله او را رزق میده. و هر وقتی که ذکر پروردگار را کم کردیم، استغفار کم کردیم، همیشه در هراسان هستیم، همیشه پریشان هستیم. الله میگه من به اونها باران میتم و مال اونها را زیاد میکنم. الله میگه و بنین با اون فرزند میتم. مقصد میگه الله با اونها فرزند میتم. با بعد حیاتی که از این دنیا میروند، از دنیا میگذرن، الله میگه با اونها جنت میتم. یک آیه، این آیه توجه کنیم برادران اهل اسلام، اینه که بسیاری این موزه چود مقصد بر همین آیه توجه نمیکنن. میگه مقصد همین کار را کردیم، استغفرالله کردیم، هیچی مقصد چی نیست، دیگرگونی نیست. به خاطر که اکثریت ما با اخلاص همین دعاها را نمیکنیم، همین استغفارا را نمیکنیم. به خاطر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. شما پروردگار را دعا کنید که یقین کنید که الله به شک دعا را قبول میکنه. فان الله، پس بدرسی که همو الله لا یستجیب دعا من قلب غافل، بدرسی که همو الله دعا را قلب غافل قبول نمیکنه. مثلا دست برداری دعا کنی که خدای بر ما فرزند بده، بر ما مال بده. الله نه که دلت یقین نکنه که همو الله میشنه و همو را قبول میکنه، یا دلت بگه که او الله ترا نمیتد، این همش بیکاره. الله این گونه دعا را قبول نمیکنه. بیشک باید باشیم که الله دعای ما را میشنوه و به داد ما میرسه الله. به همین خاطر هر کجا که باشه در رویت میگه که پیامبر در یک روز 100 بار استغفرالله میگفت. هر انسانی که استغفرالله برای خود اختیار کرد، خداوند از مشکلات دنیا او را چکا میکنه؟ رهایی میکنه، با اون مال میته، با او فرزند میته. خداوند متعال ما را موفق به استغفار کردن به سوی پروردگار مهربان و غفار کنه.